بار دیگر درود مرا قبول کنید بینندگان عزیز. ساعت با وقتی پراگ رسیده هست در مسکو که اگر از اون جمهور تماشا دارید ساعت 11 و در دوشنبه ساعت 1 و چون همیشه در همین وقت شعله گلخوجه هستم با سرخط خبرهای روز در خدمت شما عزیزان و بازم برمیگردم با ملاقات شما این دفعه بعد از رساسی ساعت دیگر در برنامه خبری رادیو آزادی که ساعت 1 با وقت پراگ تقدیم شما میشود. 15 دقیقه ادامه میکند و فراگیری موضوعی روز تاجیکستان و جهان است. تا آن دمی که برنامه خبری شروع شود من برای شما موضوعی رو که ما در برنامه خواهیم گفت معرفی میکنم و احتمالاً تا اون وقت هم باز بعضی از دیگر خبرهای مهم نیز دسترس ما خواهد شد که بعداً برای شما تقدیم می‌داریم. نخست وزیر تاجیکستان به ترمیز رفت. یک هیئت بلندپایه حکومت تاجیکستان با رهبری نخست وزیر قاهی رسولزاده در جلسه کمیسیون بین حکومتی اید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی بین تاجیکستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. این جلسه باید اواخر سال گذشته برگزار میشد اما با سبب آن زمان بین تاشکند و دوشنبه جای نداشتن مسئله های بحثی و رشد با سرعت مناسبت ها بین دولت ها در همه سمت ها به وقت دیگر موقوف گذاشته شده است. گفته می شود که در ملاقات امروزه مسائل رشد همکاری های بشردوستانه، تجارت، همکاری های فرهنگی و علمی بین تاجیکستان و ازبکستان بحث و بررسی می شوند و فکر می کنم تا 3 ساعت دیگر همکاران ما تفصیلات این ملاقات را پیدا خواهند کرد و همراه با شما خواهیم دید که کدام مسئله های مهمی بین این دو دولت در ملاقات مذکور مطرح خواهند شد. پرونده های زمین فروشی در تاجیکستان رکوردی شده است. یوسف رحمان داستان کل تاجیکستان گفت وابسته به ویران کردن قانونگذاری زمین و زمین فروشی بیش از 1000 پرونده باز شده است. جنایت های مربوط به زمین در تاجیکستان روز از روز داغ‌تر می شود و در هیچ ساحه دیگری به این حد پرونده زیادی جنایی باز نشده است. این نکته را در گزارش یوسف رحمان به مجلس ملی هفته گذشته صدا داده است و در پی آزاد رحمان به دوستان کل 10 سپارش داده است که یکی از آنها وابسته به همین زمین است و دیگری در رابطه با وضع بانک ها. با دستور پرزیدنت در دوستان کل یک بخش علاهیده در رابطه با زمین فروشی تأسیس یافته است و اکنون 10 پروکورور تنها رعایت قانون در تقسیم زمین در کشور را نظارت خواهند بود. طور مشاهده های ما نیز نشان میدهند بیشتر مراجعات شما بینندگان عزیز بر رادیو آزادی محض وابسته به مشکلات زمین است. پس در برنامه خبری ما امروز در این باره یک صحبت فراگیر خواهیم داشت و ما رو در برنامه تماشا کنید و با توجه به سوال و شکایت های زیاد شما امروز نیز در برنامه خبری در مورد مشکلات برق در تاجیکستان مطلب خواهیم داشت. دقیق تر از چند مهمان رادیو آزادی در یک میز گرد این موضوع را به بحث کشیدند. از جمله کارشناسان گفتند حقوق مردم در تاجیکستان در تامین برق پایمال شده ایستاده است و برای این اهالی میتواند برق تاجیک را حتی به دادگاه بکشند. خب پیشنهاد میکنم که در برنامه خبری ما را تماشا کنید و خودتان این صحبت را ببینید. ماشین برقی در انتظار خریدار. شرکت چینی جک موتورز اولین خودروی برقی خود را وارد بازار تاجیکستان کرد. حدوداً یک ماه از نخستین ماشین برقی در صحن ترمینال مرکزی دوشنبه و هفته وکزل سابق منتظر خریدار میماند. هر روز برای تماشای اولین خودروی برقی 10 نفر به این مکان می آیند و باید گفت که تابستان سال 2018 یک شرکت قزاقی خبر داد که توجه تاجیکستانی ها به اتومبیل ها مخصوصاً الکترومبیل ها بیشتر شده. علاقه از یک شرکت مسافربری تاجیکستان برای انتقال الکترومبیل ها به این کشور فرمایش گرفتند. هرچند وارد خودروهای برقی به بازار ماشین های تاجیکستان تازه شروع می شود اما این نوع خودروها در آخر سالهای 90 تولید و در کشورهای پیشرفته استفاده می گردند. اما چرا تا به حال ماشین برقی در تاجیکستان خریدار نیافته است؟ در برنامه خبری برایتان بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر خواهیم گفت. اگر فرصت رسید درباره ادعای یک جوان تاجیک نیز برای شما یک گزارش رقت‌آور پخش میکنیم که میگوید کارمندان میلیسا
ҳаёташро сӯзонданд. Ба нақли ин ҷавон ки ҳоло дар беморхона бистаристу ҷарроҳиеро пушти сар кардааст, кормандони милиса дар яке аз шӯъбаҳои шаҳри Душанбе ӯро шиканҷа намуданд. Ин иддаои ҷавон дар бораи шиканҷаи милисаҳо дар ҳоле садо медиҳад ки ахиран эътилофи зидди шиканҷа дар Тоҷикистон аз Достонии Кӯл хостааст он маъмурони милисаро ки дар ҳузури онҳо Истад Қурбоноваи 58-сола қасди худсӯзӣ карда буд ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шавад. Ин сокини солхӯрдаи Нояи Айнӣ моҳи январи имсол баъди 10 рӯзи нигаҳдорӣ дар боздоштгоҳ қасд ба ҷони худ намуд. Хуб бинандагони азиз, ин танҳо чанде аз хабару гузоришҳое буд ки ман барои шумо ироа доштам. Ба ин тафсилоти ин матолибро мо дар барномаи хабарӣ ҳатман хоҳем дошт ва бештар аз инам мо барои шумо дар барнома пешниҳод мекунем. Фаромӯш накунед соати 1 бо вақти Прага моро дар пахши мустақими барномаи хабарӣ дар Озодӣ видео ки аз ҳамин ҷо ҳоло моро тамошо доред пайгирӣ намоед. Ҳамин гуна агар хостед метавонед пахши мустақимро дар www.ozodi.org вебсайти расмии радиои Озодӣ бубинед. Ман шуморо мунтазир мешавам дар барнома.